خالی کردن حافظه موبایل. روحی 1399. آیا از پر شدن حافظه زود موبایلتان خسته شده اید؟ با این ترفندها شما می توانید حافظه موبایل خودتان را پاکسازی کنید و اطلاعات مهم خود را جاگزین سازید. در این عصر موبایل های هوشمند یکی از پرکاربردترین ابزاری است که هر فرد پیش خودش دارد. تمام عکس ها، ویدیوها، اطلاعات شخصی خود را نگهداری می کنند و هر دقیقه که بخواهد می تواند به زودترین فرصت اطلاعات خود را به دست بیارد. ولی مهم اینجاست که اگر حافظه موبایل پر شود دیگر نمی توانید اطلاعات را ذخیره کنید. پس با این ترفندها شما حافظه گوشی خود و یا هم موبایل هایتان را خالی بکنید. اولا وقتی که شما برنامه و یا اپلیکیشن، عکس و یا هم ویدیوها را دلیت می کنید، نسخه دومی آن در حافظه موبایل شما می ماند و این باعث می شود که موبایل شما و حافظه آن زودتر پر شود. پس برای پاک کردن حافظه موبایلتان اولا شما داخل منیوی فایل یا همان فایل های شخصی خود شوید. در آنجا منیوی اندروید را انتخاب کرده باز کنید و در آنجا منیوی دیگری باز می شود که در آنجا شما instagram.android.com را پیدا کنید و وارد آن فایل شوید و بعدا آنجا تمام فایل هایی که شما از روی صفحه موبایلتان دلیت کرده بودین ذخیره می باشند. آنجا همه آنها را دلیت کنید و حافظه موبایل خود را پاک بسازید. و یا هم شاید شما برنامه های زیادی را اینستال کرده باشید ولی از آنها استفاده نکنید. اگر آن را می خواهید دلیت کنید پس از روی اسکرین موبایلتان دلیت نکنید، چون در حافظه دائمی موبایل شما آنجا ذخیره شده و حافظه موبایل شما را پر می کنند. در حالی که شما به این باور هستید که آن برنامه و یا اپلیکیشن را از موبایلتان دلیت کرده اید. شما کوشش بکنید در تنظیمات موبایل خود بروید و در آنجا اپس را انتخاب کنید و اپلیکیشن مورد نظر خود را دلیت کنید. این ترفندها باعث می شود که موبایل شما حافظه زیاد داشته باشد و شما استفاده خوبی بکنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.